ولایت پروان یکی از ولایت‌های افغانستان است که در مرکز این کشور قرار دارد. مرکز این ولایت شهر چاریکار است. پروان با مساحتی حدود 5800 کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از 630,000 نفر به عنوان یکی از ولایت‌های مهم و پرجمعیت شناخته می‌شود. این ولایت از جنوب با کابل، از شمال با بغلان، از شرق با کاپیسا و از غرب با میدان وردک و بامیان هم مرز است. پروان دارای موقعیت جغرافیایی کوهستانی و دره‌های سرسبز است که برای کشاورزی بسیار مناسباند. محصولات اصلی این ولایت شامل گندم، سیب، انگور و سبزیجات است. همچنین باغ‌های میوه و تاکستان‌های فراوان در این منطقه وجود دارند که سهم بزرگی در اقتصاد محلی دارند. این ولایت به ولسوالی‌های مختلفی تقسیم شده است که شامل سالنگ، شینواری، سیدخیل، جبل سراج، بگرام، سرخ پارسا و کوهصافی می باشد. هر یک از این ولسوالی‌ها دارای روستاها و قریه‌های متعددی هستند. پروان علاوه بر کشاورزی دارای جاذبه‌های طبیعی و تاریخی نیز هست. باغ بابر، دره پنجشیر و آثار باستانی بگرام از جاذبه‌های دیدنی این ولایت محسوب می‌شوند.